اللهم اکبر. زمانی که در اللهم صل میرسه و میگه علی محمد، امی سختی های پیغمبر را در ذهنت هم بیاره که یقینا الله رحمت گذاری پیغمبر. یک نفر بود در جامعه، یک دم بود پرست کار میکرد، دعوت میداد. کدام سختی سر عالم ما آمده، سر ما آمده؟ آیا ما پیزار ما از خون پر شده؟ آیا در گردن ما نعوذ بالله شکنبه انداخته شده؟ آیا قطع سنگ در کوچه ها دوانده شده؟ این العلماء ورثة الانبیاء. علما وارث چه رقم وارث پیغمبر؟ الواخوری میکنه اونجا باز میخوره. این مرحله اگر عقیده پخته پیدا کردی، یقینا این رای دعوت ادامه دادی، این گپا سرطان آمده نیست. این سری خود لازمی بدان. پدر از خانه میکشته بدان، خاله، عمه، ماما کلگی تعنه برات میده.